سلام دوستان، من مصطفی هستم و با یه آموزش دیگه در خدمت شما دوستان عزیز هستم. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. خیلیاتون سینه هاتون هج گرفته ولی خط نداره. برای درآوردن خط سینه دستگاه فلای یکی از فوق‌العاده ترین حرکت هاست که میتونید هم زیر سینه، هم بالا سینه، هم خط وسط رو راحت چاک بدید. من برای درآوردن خط سینه یه تریست فوق‌العاده عالی براتون آوردم. اول از همه 90 درجه، یعنی به صورت عادی رو دستگاه فلای میشینید و حرکتتون رو انجام میدید. فقط دست زمانی که به سمت جلو میاد یه مکس کوچیک داشته باشین که فشار کاملا روی سینه بیفته. حرکت دوم هر ست 10 تا. حرکت دوم باسن کمی جلو، سینه و سر عقب‌تر، یعنی یه 70 درجه شیب داشته باشین که کاملا فشار روی زیر سینه احساس شه. تریستشو میریم برای بالا سینه‌اش، سینه و سر جلوتر، باسن عقب‌تر، یعنی از دستگاه فاصله پیدا میکنید. کاملا دستتون رو به سمت جلو هل میدید، به همین صورت که مشاهده میکنید نگه میدارید. امیدوارم آموزش خوبی بوده باشه براتون. امیدوارم از این به بعد از دیدن سینه‌تون لذت ببرید و آموزش خوبی رو بهتون داده باشم. صابر داداش یادتون نره.